امتیازات مبارکتان باشه. به اندازه خوش هستم، خوش جان شدم و یگانه خوشی و آرزوی من می است که همراه راشد خان یک دفعه ببینم. افغان بسیم دو برنامه را به خاطر تشویق مشترکین محترمش که تا هنوز کارت خود را رجستر نکرده راه انداخته که یکی برنامه نیکبخت است برای حج عمره را اندازه شده و همچنان برنامه خوشچانس داریم که با طایف امضا شده راشد خان می باشه. ما در این برنامه خوشچانس ماهوار بیش از 130 نفر برنده در سرتاسر افغانستان خواهیم داشت. و این خوششانس‌های امروزی ما طایف امضا شده راشد خان تسلیم شدن، ما برشون مبارکی میگیم و این آرزو را به تمام مشترکین محترمی که هنوز سیم کارت خود را رجستر نکردن داریم که هر چه عاجل بران رجستر بکنن و از این مزایا مستفید شوند. تشکری میکنیم از جناب راشد خان و شرکت افغان بسیم و از تمام کارمنداش. وگله پیاوړي مخ ته ځو.